کسایی که مراجعه میکنن و انگشتانشان قابل بایومتریک نمی باشه، ما برشان وقت میدیم الا 1 ماه که اگر انگشتانشان جور شد ما انگشتانشان دوباره بایومتریک میکنیم و اگر انگشتانشان در مدت 1 ماه بازم قابل بایومتریک نبود ما برشان استعلام میدیم به ادارات صحی و بعد از تصدیق ادارات صحی تصدیق کردن که قابل تداوی است دوباره برشان وقت میدیم و اگر ادارات صحی تصدیق کردن که قابل تداوی نمی باشد برشان آسیب دیده پاس میکنیم. کسانی که مراجعه میکنن و یک دستشان قطع است یا انگشتانشان قطع است ما از اینا عکس صورتی میگیریم مثل ازی که دستشان در سینه میمانند که چهره ظاهریشان واضح باشه. در سیستم اینجا برشان قطع را انتخاب میکنیم برشان پاس میکنیم.